راجع به افسردگی پنهان صحبت کنیم. افسردگی که نه زخم داره، نه گچ داره، نه به قول معروف چیزی که بتونه مشهود باشه. در واقع چیزی یک شرایطی هستش که به صورت پنهانی هستش. معمولا افسردگی پنهان در مورد آدمایی که خیلی قوی هستن، دائما به خودشون میگن که تحمل کن، سعی کن باهاش کنار بیای، یا شرایط دیگران رو ببین که چقدر از تو شرایطشون بدتر هستش. در واقع یه جور انکار کردن و پنهان کردن و حس خودمون رو ندیدن. همین حس مسبب این میشه که یه جاهایی ما احساس میکنیم همه چیز سر جای خودش هست، همه کار داریم انجام میدیم، کسب و کارمون رو داریم، زندگی عادیمون رو داریم، شوخیه رو میکنیم، ولی در واقع یه جاهایی احساس خستگی خیلی زیاد، احساس بی‌حوصلگی، احساس ناتوان بودن رو داریم و این همون افسردگی پنهان هستش، مخصوص کسایی که توی زمان حال هستن و از خودشون همیشه توقع دارن که باید عصر پیشرفته و من باید پیشرفت کنم و موفق باشم و هیچ مشکلی رو نداشته باشم. ولی دوست عزیز، گاهی وقتا میتونه همه چیز سر جای خودش باشه، ولی تو تایمی رو نداری که از خودت سوال کنی حالم چطوریه. ما به این شرایط میگیم افسردگی پنهان، که اگه به خودت توجه نکنی و به حال خودت توجه نکنی ممکنه شرایطت خیلی به هم بریزه. 4 تا راهکار وجود داره که خدمتتون عرض میکنم که ما بتونیم به این افسردگی پنهان در واقع کنار بیایم. گام اول این هستش که برای احساس خودتون اسم بذارین. به جای اینکه بگی که من تنبلم، بگو من تنبل نیستم، من آدم ضعیفی نیستم، من قدرت اراده دارم، فقط این هستش که حال خوبی رو ندارم. بخش دوم این هستش که گاهی وقتا اون کلمه های بایدی که برای خودت به کار میبری و فشار زندگی رو خودت زیاد میکنی، اون بایدها رو یه مقداری حذفش کن و این باعث میشه که آرامش بیشتری رو داشته باشی. انعطاف بذار توی زندگیت. و بخش سوم این هستش که گاهی وقتا سعی کن بتونی با یه نفر صحبت کنی، بتونی یه مقداری ذهنتو خالی کنی، یا یه جاهایی سعی کن یه برگه‌ای رو داشته باشی که روش بنویسی. این باعث میشه که یه مقداری از اون ضعف‌ها و انرژی‌های منفی کمتر بشه. و راهکار آخر این که به جای اینکه تراپی رو بذاری برای بخش آخر، بذار تو بخش اول زندگیت و این رو سعی کن که پوششش بدی.